صبح روز شنبه نزد نقطه‌های چیپتافروشی و گذرگاه‌های فرودگاه دوشنبه سرآدم بود. اینها از اولین مسافران خط‌سیر دوشنبه سمرقندند. پرواز میان این دو شهر بعد تنفس زیاده از 20 ساله دوباره برقرار شد. شرکت تاجیک ایر سر از روز 28 ایول پروازهای خود را به شهر باستانی سمرقند آغاز کرد. نخستین پرواز ساعت 9 همین روز صورت گرفت. پروازها از دوشنبه به سمرقند در حال برقرار شد که از این قبل خط پرواز میان دوشنبه و تاشکند نیز برقرار شده بود. در زمان شوروی میان دوشنبه و تاشکند و سمرقند و دیگر شهرهای ازبکستان پروازها صورت می گرفت. اما در پی سقوط شوروی و همینطور سرد شدن روابط میان این دو کشور این رشته ها کنده شد و ساکنان با دشواری به کشورهای یکدیگر سفر می نمودند. بعد 45 دقیقه هواپیما در شهر سمرقند فرود آمد. مسافران اولین پرواز از دوشنبه را به مکانهای تاریخی این شهر باستانی بردند. ساکنان سمرقند از برقرار شدن خط هوایی خوشحالند. رفته بیا آسان خشتواره دیده رفته عمدان آسان زیارتگاه ها آسان رفته آسان میبینیم. ما هم دوشنبه ها رسیدند خداخواه رفته عمده زیارتگاه زیارت کرده خشتواره خبر گرفته عمدن آسان شد. ما هم با اکاوکا دادر خواهرها زیاد میشن رو بیا میکنن با تنجی خاطر جمعی میشود همطور زیارت ها قبول شود سفرها بی خطر شود ساخت سلامت باشتن روزهای خرسند ببینیم. در حال حاضر قیمت بلیط 684 سامانی است. پرواز بعدی روز شنبه آینده یعنی 4 آگوست صورت میگیرد. شرکت سامان ایر هم گفت که از ماه آینده هواپیماهایش به شهر بخارای ازبکستان پرواز میکنند. شرکت خصوصی سامان ایر که پرواز به شهر تاشکند را متوقف کرده بود گفت که از روز 28 ایول پروازها در خط‌سیر دوشنبه تاشکند دوشنبه نیز از نو آغاز شد.